دیدین میرین تو فضای مجازی با یه عالم آدم چت میکنین ولی بعدش که میایین بیرون بازم احساس تنهایی میکنین یا حتی تنهاییتون بیشتر شده. امشب میخوایم با ابوالفضل راجع به این صحبت بکنیم که با این که ما این همه تو فضاهای مجازی تو این عصر ارتباطات داریم با بقیه صحبت میکنیم ولی بازم تنهاییم یا حتی به نسبت قبل احساس تنهایی بیشتری میکنیم. ببین ارتباط گرفتن کلا سبکش تو این مثلا دور زمانه عوض شده و اینکه کلا با اومدن این فضای مجازی و اپ و اینا درسته تو بیشتر داری صحبت میکنی، حتی با آدمای بیشتری هم ارتباط میگیری، ولی تهش حس میکنی بیشتر تنها شدی، انگار کسی نداری. اینو نسل ما که هم این دوره رو دیدن هم دوره قبلی رو دیدن بیشتر درک میکنن. مثلا چه برسه به اون موقع که مثلا دبستانی بودین تهش تلفن میزدین فلانی، اکثرا با فامیلی صدا میزدن دوستات، مثلا اکبری هست من بغل دستیشم بیاید بریم بازی. مثلا اون چه برسه تو مثلا 7-8 ساعت با یکی از رفیقات تو پارک فوتبال بازی کنی، یا اینکه مثلا تو اینستا تو مثلا تلگرام اینا صحبت کنی با یکی که مگر اینکه اصلا خیلی نزدیک باشه، اون دوست نزدیکت هم بعد هفته یه بار ببینی وگرنه استنهایی میکنه. آره یکی هم این که این قضیه تلفیق این تکنولوژی با نسل ها به نظرم که یه جورایی داره بهتر میشه. میدونی چرا؟ ما در 70 حالا این به کنار، من الان مثلا تو محل خودمون میبینم که حالا بچه‌ها مثلا چه می‌دونم دهه 90 با این که مثلا گوشیشون دستشونه اومدن بیرون میشینن دوره هم بازی میکنن. یعنی ببین بازی عوض شده دیگه، مثلا اون 7 سنگه نیست یا مثلا دیگه گل کوچیک نیست، با گوشی داره بازی میکنه، ولی خب باز نیاز داره که یه حضوری رو داشته باشه پیش رفیقاش، با هم دیگه صحبت بکنن، با هم دیگه نمیدونم مثلا بازی بکنن. سیستم عوض شده، ولی من احساس میکنم که این رو نسل 70 و 80 خیلی بیشتر اثر منفی داشته تا مثلا دهه 90. مثلا تو خود ما دهه 70 رو بخوام بگم یا حالا حتی مثلا اوایل 80 خود این قضیه یه مقدار باعث افسردگی هم شده. این مثلا خیلی از رفیقامون رو میبینیم، خیلی از اطرافیانمون رو میبینیم که تو این سن مشترک هستن، سر همین قضایا هم احساس تنهایی میکنن، با اینکه مثلا در طول روز میبینه با 10 نفر آدم مختلف داره صحبت میکنه، در صورتی که مثلا قدیم تو نهایت شاید مثلا با 3-4 نفر در روز صحبت میکردی به جز خانوادت. ولی خب از اون طرف اون ارتباطه با خانواده کمتر شده. یعنی مثلا من حتی رو خودم هم اینو میبینم که آقا من مثلا یه تایم زیادی رو دارم با رفیقام میگذرونم، حالا چه توی مثلا فضای مجازی باشه چه نباشه، به نسبت زمانی که با خانواده خودم میگذرونم روش اثر داشته، اونو کمتر کرده. من تا جایی که دیدم به نسبت مثلا شاید بگم 6-7 سال پیش 10 سال پیش این قضیه خیلی پیشرفت داشته. یعنی خیلی در واقع میشه گفت پسرفت داشته اصلا، چون پیشرفت خوبی نبوده. ببین نسبت به قبل که با خانواده اصلا کلا تعاملمون کمتر شده، به خاطر اینکه خب نسل قدیم و نسل جدید خیلی از لحاظ فکری سلیقه‌ای اینا با هم فرق میکنن. الان ما تلویزیون مثلا صدا و سیما نگاه میکنیم حالمون به هم میخوره از سریالاش، ولی مامان بابا هم خوششون میاد، نمیتونی بشینی با کنارشون، مجبوری تو گوشی ببینی. یعنی کلا نظراتشون نسبت به همه چی فرق میکنه با ما، نمیشه دیگه مثل قدیم باشون ارتباط گرفت. در خیلی کمتر شده آدم. ما نسل ما دوست داره بیشتر با هم فکرای خودش، هم سن و سالای خودش بپره، ولی قدیم اینجوری نبوده، برای همین یه ذره کمتر شده. از اون برم با این فضای مجازی اصلا ارتباط مصنوعی شده یه جورایی، چون تو واقعا من خودم با یکی رو در رو صحبت نکنم اصلا لذت نمیبرم با هم کلام شدن، اصلا حتی وایس بده اصلا تو تلگرام، ولی اونجوری نمیتونه حستو خوب کنه تا اینکه اصلا اون کسی که رفیقت دوستت از نزدیک ببینی، چه خانوادته. آره من خودم موقعی که حالا مثلا با یه عده‌ای که حالا تازه آشنا شدم، مثلا چند ماهی، حتی حالا بعد از اونم همین بوده ها، یه تایمی که میگذره، یعنی مثلا چه 10 دفعه همدیگر بیرون دیدیم و مثلا یه مدتی رو هم حالا چت کردیم، خیلی شده که بهم میگن آقا تو موقعی که بیرونیم با هم داریم صحبت میکنیم، مدل صحبت کردن، یعنی نوع ارتباط، جنس ارتباطت با اون مدلی که داری چت میکنی فرق میکنه. حالا یکی میگه خوبه یکی میگه بده، ولی من اینو دیدم
یکی از رفیقای خودمون اونم همین جوری بود، میگفت به من یه موقعی به مشکل برمیخورم، نمیتونم منظورم اونجوری که حضوری میتونم برسونم. طرف فکر میکنه مثلا من دارم یه توهینی بهش میکنم، یه تیکه‌ای میندازم، در صورتی که منظورم این نیست. مثلا تو موقعی که حضوری داره قیافت رو میبینه، از حالت صورتت هم میتونی یه سری برداشته داشته باشه. ولی خب نهایت چت کردن اینه که تو با ایموجی میخوای اون حالت‌ها رو مثلا در بیاری که بازم اون نمیشه. آره ما خودمون هم اینجوری، ما خودمون حوصله‌مون سر میره با هم چت میکنیم. دقت کردی؟ زنگ میزنیم. آره زنگ میزنیم بیشتر صحبت میکنیم. من و امیر بعضی موقع شده مثلا میبینیم هی داریم واسه هم خنده میفرستیم، هیچ چی نداریم، خودمون میریم. خیلی عادی بدونیم که کسی ناراحت. 10 دقیقه چت میکنیم بعد میریم، انگار نه انگار اتفاق افتاده. ولی خب زنگ بیشتر میزنیم. باز تلفنی صحبت کردن خیلی بهتر چت کردن. من حالم از چت کردن به هم میخواد. آره خیلی اینجوری انا، یعنی مثلا خیلی به نظرم بسته به اون تیپ شخصیتی آدما داره. ما خب تقریبا روزی حداقل 40 دقیقه بین یه ساعت صحبت میکنیم تلفنی، ولی اصلا چت نمیکنیم. مگر اینکه بخوایم خبر ناگوار مثلا از دانشگاه با هم بدیم. یه عده هستن کلا، یعنی این فکر میکنم به این قضیه برونگرایی درونگرایی بستگی داره. یه عده خب طبیعیه، میگه مثلا من موقع چت کردن احساس بهتری دارم، انگار راحت ترم، انگار میدونی تحت کنترل تره برام، یا نمیدونم مثلا حالا یکی میگه من هر وقت دلم بخواد میتونم جواب بدم، همه اینا هستش دیگه. ولی من خودم به شخصه صحبت کردن رو در رو بیشتر دوست دارم. حالا اصلا این موقع ممکنه با یکی میری بیرون، با رفیقات داری میری بیرون، اصلا ممکنه خیلی هم صحبت نکنین ولی بهت خوش میگذره. مثلا یه آهنگی دارین گوش میدین، مثلا یکی دیگه داره صحبت میکنه شما به حرفاش گوش میدین، یه فیلمی دارین میبینین، هر چی یکی داری مسخره میکنین. دقیقاً. برای همین خیلی بستگی به فرد داره. تو شخصیت متفاوته، یه سری درونگران یه سری برونگران. من خودم این وسطم، یعنی یه وقت کشش داره، اصلا یه موقع این اصلا حال هیچ کیو ندارم، یه موقع این دوست دارم با همه حرف بزنم. ولی کلا من با آدمای زیادی صحبت نمی‌کنم، شاید 4-5 نفر، خودت که میدونی. کلا حالا اصلا جمع بیشتر 4 نفرم دیدی که بیشتر خودمون اصلا حال نمی‌کنیم باشیم. حالا با آدمای صمیمی‌ترم بیشتر صحبت می‌کنم دیگه، کسی زیادی نیست. یه چیزی که این وسط هست اینه که نمیدونم چرا، ولی این قضیه اضافه شدن دسترسی هایی مثل همین تلگرام و نمیدونم اینستاگرام و واتساپ و این حرفا باعث شده که آدم با عالم آدم از هر نقطه ای از دنیا باشه تو راحت در لحظه میتونی صحبت بکنی. ولی از اون طرف انگار که ارتباطه رو داره به این سوق میده که تو همه ارتباط تو ببری اینجا. یعنی به جای اینکه بری مثلا خونه طرف ببینیش، بهش مثلا یه ویدیو کال بکنی با هم دیگه، اونجوری مثلا همدیگه رو ببینید، یا مثلا وایس بدی، عکس بفرستی، فلان این داستان. نمیدونم چرا ولی حس میکنم که این مسیره قراره هی در آینده بدتر هم بشه. یعنی مثلا یه حالتی بشه که همسایت اصلا تو یه خونه این مثلا بکن چیز بفرستی، پیام بفرستی. من یه وقتا که دیگه دارم از خستگی میمیرم اینجوریم به داداشم مثلا یه پیام میدم، یا مثلا یه چیزی که لازمه فوروارد بکنیم رو مثلا اونجا برای هم میفرستیم. مثلا 2 شب پیش داشتیم بازی میکردیم، تو نم چیت شد، بعد داداشت گفت ابا برو به امیر بگو، میگم تو پیامو میفرستی شرق تهران، من دوره از شرق تهران برم غرب تهران، خب 5 متر فاصلتون رو برو بهش بگو دیگه. بعد تازه قسمت جالبش اینه که تا شرق هم نمیاد، میره مثلا توی سرور آمریکا و برمیگرده. آره ولی کلا من خوشم نمیاد اصلا پیام و زنگ و اینا، اصلا دیگه یا اضطراری باشه یا اینکه طرف پیشت نیست، شهر دیگه است، کشوری دیگه است. وقتی میتونی با آدمای نزدیک به خودت حالا هفته یه بار ببینیشون خیلی حالتو بهتر میکنه تا اینکه بخوای هر روز زنگ بزنی یا پیام بدی. توی این قسمت تنهاییش مثلا برای خود من پیش اومده، ببین مثلا همزمان داشتم یه آهنگی، یه پستی، یه چیزی میفرستادم برای که مثلا برای ابوالفضل داشتم یه چیزی میفرستادم، ولی باز آدم یه جاهای احساس میکنه که من مثلا کسی رو ندارم که الان بتونم فلان بکنم بهمان بکنم. یه وقت حوصله من سر میره وسط چت، نمیدونم چرا، واقعا حوصله‌ام سر میره.
یه وقتام هستش که آدم حالا مثلا برای خود من پیش اومده، ببین تو به هر حال شخصیت ها با هم فرق میکنه. خب مثلا تو فرض کن یک سلیقه آهنگی داری، یک سلیقه موسیقی داری، یک سلیقه برای دیدن فیلم ها داری. مثلا فکر کن مثلا من بازی ترسناک دوست دارم، ابوالفضل مثلا بازی چه میدونم مثلا یه آنلاین باشه، مثلا هرچی. سلیقه ها فرض کن فرق میکنه. خب تو اگر اون بازی رو برای من بفرستی یا من بازی رو برای تو بفرستم، اون ارتباطه برقرار نمیشه، چون نقطه مشترکی تو اون قضیه نیست. یه وقتا به خاطر خود همین قضیه هستش که آدم احساس تنهایی میکنه، میگه من کسی رو ندارم که باهاش مثلا بشینم این بازی رو انجام بدم، میدونی؟ و ما البته تو این زمینه یه تجربه خیلی بدم داشتیم. یه بنده خدایی بود از شیراز، قرار بر این بودش که ما با هم بازی بکنیم. یعنی فکر کن تو یه پیجی یه بنده خدایی گذاشته بودش که من میخوام بازی بکنم، دنبال دوست و رفیق میگردم که مثلا بیاین بشینیم بازی کنیم. خب من ابوالفضلم که خدامون بود، دنبال یکی بودیم بشینیم بازی بکنیم. رفتم پیام دادم و اوکی کردیم این حرفا. بعد فهمیدیم که این دختر خانوم استریمره. تو فکر کنم آپارات بودش که چیز میکرد. بعد قرار شد یه روز فاسموفوبیا بزنیم، یا فاسموفوبیا یا جی تی اف او بودش، یکی از این دوتا بود. جی تی اف او بود که یه تایمی هم مشخص کرد. بعد ما آماده شدیم بیایم، بعد دیدیم نیومد. بعد من گفتم امیر داره استریم میکنه. بعد گفتم حتما خیلی مهم بوده استریمش که نیومده. بعد دیدیم کلا یه نفر استریم رو نگاه که اونم من بودم. من رفتم بیرون، نمیدونم کسی بود نگاهش کنه یا نه. خلاصه همینجا بهت سلام. آره خلاصه خیلی این قضیه به نظر خود من میتونه روی تنها شدن آدم هم اثر بذاره. من خیلی جالب بود تو برنامه کتاب باز سروش صحت یه بار راجع به تنهایی مثلا دلخواهش صحبت کرد. من مثلا این تنهایی رو دارم ولی خب نه همیشه. میگفتش که من این تنهایی رو دوست دارم که تو توی جمعی باشی، خب ولی بتونی هر موقع که میخوای بیای توی کنج تنهاییت و هر موقع که دلت خواست از این تنهایی بیای بیرون، بری سراغ مثلا خانواده‌ات، رفیقات. یعنی فاصله تنهایی تا قرار گرفتن توی جمع در حد یه در باشه که تو هر وقت خواستی این کار انجام بدی و هر وقت نخواستی این کار انجام ندی. نه اونقدر منزوی میشی نه اونقدر مثلا اجتماعی. اونجوری هم نمیتونی بگی، یه ذره انگار خودخواهی میشه. مثلا هر وقت دوست دارم میرم کنار ولی اونجا باشی من اومدم آره بیا. نمیشه اینجوری، یه ذره کرینجه. کرینگه. خلاصه شما هم اگر این احساسات بهتون دست میده که با این که در طول روز دارین با یک عالمه آدم ارتباط برقرار میکنید ولی بازم احساس تنهایی میکنید، حتما برامون تو کامنت ها بنویسین. اگر نظرتون با چه موافقه چه مخالف لطفا بنویسین ولی با رعایت ادب. مرسی که بهمون گوش کردین. من امیر کامیارم، با ابوالفضل راجع به این صحبت کردیم. اگر از این ویدیو خوشتون اومد لایک، کامنت و سابسکرایب فراموش نشه. حمایتمون بکنین که بتونیم در خدمتتون باشیم. امیدوارم خوشحال و شاد و خندون باشین. تا درودی دیگر بدرود. خدا نگهدارتون.